بسم الله الرحمن الرحیم. اسم خان محمد است. باشنده شهر کابل هستم. من قبلا یک تکلیف داشتم، تکلیف پای کمر که بسیار مشکل را می رفتم. ما پیش دکتر صاحب ضیاءالحق اکبرزی رفتم به خاطر تداوی خود. دکتر صاحب از ضیاءالحق اکبرزی بعد از معاینات خودش مرا اینجا در شفاخانه نوید صحت معرفی کرد. اینجا به خاطر فیزیوتراپی و فعلا مدت 3 روز میشه که ما در اینجا فیزیوتراپی خود پیش بردیم. در این مدت 3 روز 90% ما خوب هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. فیزیوتراپیست محمد عطایی هستم، یک تن از فیزیوتراپیستان کلینیک نوید صحت. آقای خان محمد که با درد شدید کمر که به هر دو پا انتشار داشت به کلینیک ما مراجعه کرده بودند. خوشبختانه بعد از 3 جلسه تداوی حدود 90% بهبود پیدا کرد. این نشان میدهد که با درمان درست و فیزیوتراپی تخصصی میتوان خیلی زود به نتیجه رسید. خیلی خوشحال هستیم که بیمار ما خوب شده و رضایت دارد. دیگه ما از این کلینیک به نهایت سپاسگزار هستم. تشکر میکنم از ایشان.